وقت بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور از طریق تلفن با ویدودو همتای اندونزیاییش در مورد پروسه صلح افغانستان، حمایت علمای دین آن کشور از این پروسه و روابط تجارتی میان دو کشور صحبت کرده است. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان به قطر رسید. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور میگوید به زودی دو طرف گفتگوهای صلح را آغاز خواهند کرد. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور میگوید قانون اساسی نباید قربانی صلح شود و در نشست به مناسبت 17مین سالگرد قانون اساسی کشور گفت قانون اساسی سبب بقای سیاسی و انسجام ملی شده و باید به آن احترام شود. یک فابریکه پروسس جلغوزه در پکتیا به فعالیت آغاز کرد. این فابریکه با سرمایه‌گذاری سکتور خصوصی به ارزش 6 میلیون دلار ساخته شده است. و تیم ملی کرکت افغانستان برای سه بازی با تیم ایرلند راهی امارات متحده عربی شدند. قرار است بازی نخست میان این دو تیم به تاریخ 18 ژانویه انجام شود.